این تاریخ برای عبرت است عزیزان من. قرآن از چند پخش عبارت از یک است عبرت گرفتن از کامهای پیشین. عبرت گرفتن که خدا نگه دارد که بسر ما و شما هم نیاید. الله نگه دارد انشاءالله. خدا خواهد همین حضرت نوح بینید عمری دراز دید. روز مگر در بیابان شیشتگی بود، حضرت جبرئیل آمد. حضرت جبرئیل گفت قال نوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرن. گفت ای پیغمبری خدا، درازترین عمر پیغمبرات دراز همین حضرت نوح دیگه. این درازترین از بین پیغمبرها. سوال تو که کیف وجدت دنیا، همین دنیا را چه یافتی تو؟ و من گو من تو 1025 سال 150,300 روایت ها هست همون که عمر دیدی چه دنیا را یافتی؟ من دنیا چی لذت داشته است؟ وجدت دنیا کدارین بابانی دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. من مثل یک حولی دو دره یافتم. دو دره ما شما حولی ها داریم، یک دری کلام داریم، با از این طرف یک دریچه داریم. مثل همین گفت دو دره یافتم، از اینش دور بدم از اینش دور بدم. همین قدر عمر دراز کردیم. لیکن ما و شما چه امروز 50 سال عمر داریم، لیکن انشاءالله آرزوهای چی داریم؟ اوهو حضرت موسی یک قوم شدیدن، یک امت شدیدن در بیابان گشته موسیقی. گفتن ای بابا چند ساله هستی؟ گفتن 400 ساله هستم. گفتن یکان خانه نداری که ما مهمان شیم؟ گفتن 400 سال عمر است که من خانه سازم. همین 400 سال عمر من در خانه سازی صرف کنم هیچی ندارم. گفت این روز از سحر است میرم از دنیا. حضرت مولوی اینجا دونده وقتی آخر امتای احمد با عمر اندکم معنی بهت با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کند با امیرهای خوب و رنگی. گفت میدانی گفت بابا جان آخر زمان یک امتای محمد میرن صلی الله علیه و سلم 40 و 50 سال عمر دارن، لیکن در دوام 40 و 50 اثرها میسازن. در چهارمتر که گویا که ابدی در دنیا نمیبرن. یا نیست من ما شما امروز یک تا خانه نه دو تا نه 10 تا خانه کلوگوار خانه بعد خانه کلوگوار خانه که در یک تا زندگی میکنن. یعنی همون پیری میگه آمد پیری خوش بگفتار. هم پیر میگه با گفتار که اگر من همین امت محمد میشیدم و همین که دومی شیر نامد در ولی اگر گفت که همین من امت محمد میشیدم که در آخر زمان میمدم 2 رکعت نماز که ختمش میکردم. یک رکعت در همه دنیا، یک رکعت در آخرت ثواب میدادم. حیفی هوای ها شاید میگه نمیزه در روزه 2 روزه عمر گذاری طاعت و سازی عبادت نمیزه بند که 2 روز 4 روز عمر داره ما شما 4 روز بگید 4 تا 20 40 60 80 5 روزه میگم بعدا 5 تا 20 یک اصل. همین با 20 سال حیات از خلاص 20 سال به کودکی میگذرد به جوانی 20 سال خلاقت خانه میکنی زن میکنی بچه میکنی بری خلاقت چی رو میکنی دور مدی باشقا میکنی ایام پیری سر میشود. میشاد که عمر باشد تا به 30 سال بشیر آیی بریزد پر و بار. همین چی بینه که دور بدی قرطات نشکنه و 50 یابی تو سستی باش از آیی نیابی تندرستی. این 50 که دور بدی سوس میشه. کدام روز من خود سنجیدم امروز 51 از یک کنده را موندم تو کنی مثل تیپهای شیرهای بزرگای اسلام یکان شما باید که همین 1-2 چیزن مگر دستم رازی من نه پنت ایمون رو یکم تمام شده امروز کلمگری دیجا شد بکن کندای کافلگی بیدار رفتو و 50 یابی آبی 60 نکی دورمدی مگر تنسیتی نمی آبی بر او کتکای خودگی دوبینکه ها تو و شهرهای اونوس از وحما و تحماش و زندگی آهنهای کشکری ها سکن باید درک پیدا بکن. به 70 مرگی مرزه باست 70 نگه مرگی مرد این مردن خوبش 70 است. نه به یک کس محتاج میشیم
نه با فرزندت نه بزنت با 80 آی افتی اسباب 80 نگه میگه تقه پاکو میشه 90 ناامیدی عمر است ای یار و 100 آی شبی از عمر بیزار خود سرنای خودت بیزار بشه هر روز دو اخلاق رو تیبه جون بگی ای دسته همین فرزند و کردین و نمیرون بیزار شده من که عمر دوله عزیزانی من همین هم خدا خواهد احتیاط کنیم ولی رسول دیگه اخترین شبابی که قبل حرمی شما گفت جوانیتون غنیمتونه پیشه پیچیدن جوان تو هر کار کردن این دوره های پیری است کشیدنش است دنیا دیگه خود دعوات نتخلاقه این روز هر روز میرسد هر روز ازلی است روز که هر روزه میرسد حق غمی بیرونده بخرد احمق هم خدا بگشت است چکا بکنیم کشنه که نمید نه روز که هر روزه کمه بشه میرسد حضرت سلیمان نزدی بحر بود میگه دید که یک مرچه یک دانی کلام گردم و کشوالتونه گرده کسته اومد نه یه همون بحر نمیگه قرار گرفت حضرت سلیمان نگه کرد که یک شلپا میزنه آب مرچه رو میبرد همه حالا میگه یعقوب از بحر میگه یک خوبکا پیدا شد دهن شکشار میگه همون مرچه بداش دهنی خوبکا دور مدو دهنی آب نقشه زد آنچه بدون یک سیر است استاد میگه آنچه بود که با میگه همون خوبکا پیدا شد و دهن شکشار مرچه بود بعد گفت داشت چون که خداوند سلیمان از زبانی تمام مخلوقات دانسش داد مرچه بود کجا رفتی تو گفت بیسن من سخن کنم گفت سلیمان میدانی گفت من الله وظیفه‌دار کرده در همین زیر بر یک سنگ است در دردش یک کیرمی کور است همون کیرم خدا من در وظیفه‌دار کرده هر روز یک دانه گندم برده بجیمش خدا احوال یک موش مونه او زیرنگی آبا و پرنده ها و در همش خدا با خبر از عزیزان من رب العالمین میگم 18,000 رو ترک کنندش چی است الله از عزیزان من بسیار خدمت بجر وجود بزنی عذاب نتیخ نباید